سلام بچه‌ها، چطورید؟ من تاپ پلیرم و خوش اومدید به کوه دانستنی ماینکرافت. و توی این کوه و داخل این سری من قراره یک سری از دانستنی های ماینکرافت رو براتون توضیح بدم که احتمالا نمیدونستید. سعی میکنم چیزایی بگم که خودم هم نمیدونم. بچه همه چیز از اون جای شروع شد که من داخل یوتیوب داشتم میگشتم و با یک کانالی آشنا شدم به اسم اسکیپ د توتریال که یه سری از فکتای ماینکرافت رو میذاره و خیلی فکتاش جالبن. اما نکته‌ای که در مورد کانالش وجود داره اینه که اکثر فکتایی که میگه درست نیستن و داخل این سری ما قرار بررسی کنیم کدومی که از فکتای این بشر قرار درست باشه. همتون واندرینگ تریدرها رو میشناسید، یک سری موجودات مسخره که تقریبا به هیچ دردی نمیخورن. و تریدایی که باتون میکنن اغلب به هیچ دردی نمیخورن و بیش از اندازه گرونن. اما میدونستید اگر روی یک نیم تگ اسم یه بایوم خاص رو بنویسید و بعد اون اسمو بذارید روی دونه واندرینگ تریدر، اون واندرینگ تریدر تبدیل به ویلیجر همون بایومی که اسمشو نوشته بودید میشه؟ الهی بمیرم برات. خب این فکت نادرسته و لعنت به همتون، هنوزم بهش دردی نمیخورید. آقا کریپر میشه برید داخل اونجا؟ قلبم پسر، چقدر حال اومد همه جام. خب فکت اول نادرست بود. فکت دوم، همتون این بایومای خشکی و صورتی رو که اسمش بایوم ماشروم آیلنده میشناسید. اما میدونستید داخل بایوم ماشروم آیلند به جز گاوای قرمز هیچ ماب دیگه اسپان نمیشه؟ حتی اگه زیر قارای این بایوم بگردید به جز خفاش هیچ ماب دیگه پیدا نمی کنید. و عملاً بهترین جا برای اینکه برید اول بازی ماین کنید و آهن به دست بیارید بدون اینکه هیچ خطری تهدیدتون کنه بایوم ماشروم آیلنده. اندرمن‌ها داخل ماینکرافت موجودات بی‌آزارین و تا وقتی که به چشماشون نگاه نکنید یا بهشون صدمه‌ای وارد نکنید هیچ کاری باهاتون ندارن. اما وقتی به چشم این ماب‌ها نگاه کنید اونا شروع میکنن به سمتتون حمله کنن. اما میدونستید اگه که ارتباط چشمی رو با اندرمن قطع نکنید و همچنان به چشماش نگاه کنید نمیتونه از سر جاش تکون بخوره یا بهتون ضربه‌ای بزنه؟ میدونستید موقع اسپان ویدر اگه اول سرای ویدر رو بذاری و بعد سلسن زیرش بذاری ویدر اسپان نمیشه؟ چون کدنویسی ماینکرافت این شکلیه که با آخرین سری که گذاشته میشه ویدر رو اسپان میکنه، نه با آخرین سلسندی که میذارید. پس اگه دوست داشتید یه روزی داخل یه سروری جایی دوستتون رو اذیت کنید و بترسونیدش میتونید از این ترفند استفاده کنید. میدونستید بلیز تنها مابیه که میتونید با استفاده از برف بکشیدش و با تعداد خیلی کمی برف میمیره؟ خب این نکته‌ای که الان گفتم همشون نکات غیر منطقی بودن و الان قراره یه نکته خیلی منطقی بگیم. خب اول از همه باید این مکان رو هموار کنید. همتون کریپرها رو میشناسید جان با رقم سرباز و همتون هم نردبون رو میشناسید و همتون میدونید که کریپرها دست ندارن. اما میدونستید کریپر تنها مابیه که به غیر از عنکبوت میتونه از لدر بالا بیاد؟ چجوری اومدی بالا؟ چجوری ممکنه یه موجود بدون دست از یک نردبون بیاد بالا؟ چطور هم چیزی ممکنه؟ اون دستاتو استفاده کن. کریپر میتونه از اینجا بیاد بالا و این با دست نمیتونه بیاد بالا. چقدر جالب. بیا برات گوشت میندازم اینجا. What the fuck؟ یه وایس ببین نکنی فقط تو احمق نمیتونی از پله بیای بالا. بیا برای تو هم گوشت میندازم. What the fuck؟ خب این فکت به نظرم فقط منطقی بود برای این بیانش کردم و مهم نیست. اگه گفتید قوی ترین ماب بازی کدوم مابه شاید خیلیاتون بگید ویدر یا واردن، ولی اینطور نیست. خب به عنوان مثال ما اینجا ویدر رو داریم و وقتی منفجر میشه نزدیک 50 تا قلب از ما کم میکنه و ضربه های عادیش هر کدوم نزدیک 7.5 دمج به ما میدن. واردن هم شاگرد ویدره و هر ضربش داخل حالت هارد نزدیک 22 تا قلب از ما کم میکنه. اما این دوتا یا اندر دراگون هیچ کدوم قوی ترین ماب ماینکرافت نیستن و قوی ترین ماب ماینکرافت کسی نیست جز چارجد کریپر.
چارجت کریپر بچه با اختلاف قوی ترین ماب ماینکرافته که توی حالت هارد بازی نزدیک 63.5 قلب ازتون کم میکنه. و این مقدار یعنی بیشتر از مجموع دمج واردن و ویدر. میدونستید پیگلینا میتونن در رو باز کنن؟ تموم شد. و با اینکه داخل ندر هیچ دری وجود نداره اما اینا میتونن در رو باز کنن. من یه نکته جالب بود که گفتم بهتره بدونیم، منطقی بود. وقتی داخل یه مکان هیچ دری وجود نداره تو میتونی در رو باز کنی. مثلا داخل خونه ما لامبورگینی وجود نداره و من میتونم روشنش کنم. منطقیه. میدونستید اگه یه شتر رو سوار ماینکارت کنید اتفاق خاصی نمیفته؟ فقط این نکته عجیبه که چجوری تو سوار ماینکارت شدی عوضی. این کوچیکه و تو بزرگ احمق، تو نه بتونی سوارشی. خب آقای شطور وقتش دکمه‌تو بزنی. خب وقتمون رو سر این احمقا حروم نکنیم، بریم سراغ فکت بعدی. میدونستید اسم این توپایی که شالکه رو به سمتمون پرت میکنن اسپارکه؟ و اسپارک یعنی جرقه. جرقه نزن، نه کشته شد. جرقه زد. میدونستید دم سگتون داخل ماینکرافت سلامتی سگتون رو نشون میده؟ یعنی اگه جونش کم بشه دمش میاد پایین و اگه بهش غذا بدید و دوباره جونش پر بشه دمش میاد بالا. نکته جالبی بود نه؟ پس لایک کن ویدیو رو. میدونستید تمام ماب های داخل ندر یا داخل لاوا یا داخل آب یه بلایی سرشون میاد؟ مثلا گز داخل لاوا چیزیش نمیشه و داخل آب هم چیزیش نمیشه، اما اگه زیر آب زیاد بمونه ممکنه خفه شه. یا مثلا پیگلینا وقتی میان داخل اوورورد برای اینکه بتونن داخل اوورورد زنده بمونن تبدیل به زامبی فایت پیگلین میشن و زامبی فایت پیگلین هم در اصل زامبی پیگلینیه که تبدیل به زامبی فایت پیگلین شده. اما ماگما نه داخل آب نه داخل لاوا هیچ بلایی سرش نمیاد و اگه داخل اوورورد هم بیاد هیچ چیزی روش تأثیری نمیذاره. هم دیگه ببینید رو آب بتونه شنا کنه یه عوضی، نه لاوا نه آب، هیچ کدوم نمیتونه روی تاثیر بذاره، پیش به سوی جلو میره. همین الان داخل کامنت 10 بار بنویس گیگا ماگما، اگه ننویسی این شتر رو میکشم، به نفع این شتر زنده بمونه. میدونستید شالکرا در اصل قرار بوده داخل بلاکای اطرافشون قایم بشن و به اصطلاح استتار کنن؟ اما جک یکی از کدنویسا و دیولپرای ماینکرافت بعد از کلی تحقیق کردن به این نتیجه رسید که خیلی سخته و بیخیالش شد. من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی. تو کامنت ها 5 بار بنویسید جک گشاد. میدونستید داخل ماینکرافت یه احتمالی وجود داره که آیرون گولم داخل ویلیج به خود ویلیجر را حمله کنه و اونا رو بکشه؟ اگه داخل یه روستا رید بپا کنید و بتونید رید و برنده بشید یه احتمالی وجود داره که ویلیجرها شروع به شادی کردن کنن و فایرورک به هوا بزنن و اگه یکی از این فایرورک ها به اشتباه به آیرون گولم بخوره آیرون گولم خودش با دستای خودش ویلیجرها رو میکشه. فایرورک میزنی به من بینامو. میدونستید شما میتونید اچیومنت مردن از یک آرمور استند رو باز کنید؟ آفرین بچه‌ها، آرمور استند. برای این کار فقط کافیه چند تا آرمور داشته باشید که روشون تورنز داشته باشن و بعد این آرمور رو به آرمور استند بدید و حالا اگه به آرمور استند دمیج بدید عالی. اگه میخواید اچیومنت های عجیب غریب باز کنید میتونید این کار رو امتحان کنید. میدونستید اکسلاتل فقط ماهیای زنده رو میخوره و اگه یه دونه ماهی مرده بهش بدید یا جلوش بندازید به هیچ عنوان اونو نمیخوره؟ که این قضیه برمیگرده به واقعیت اکسلاتلات داخل واقعیت. اکسلاتلات داخل واقعیت فقط ماهیای زنده رو میخورن و به هیچ عنوان ماهی مرده نمیخورن و برای اینکه بتونید به یک اکسلاتل غذا بدید فقط باید بهش یه دونه ماهی زنده بدید. خب بچه‌ها دیگه به آخر این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت کافی رو برده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید. بچه‌ها جدیداً تصمیم دارم که از عنوان‌های مختلف داخل ماینکرافت براتون ویدیو بذارم. بعضی اوقات از دانستنی‌های ماینکرافت براتون ویدیو میذارم، بعضی اوقات از اسپیدران ماینکرافت، بعضی اوقات از بتا کرافت که وقتی میایید داخل کانال من محتوا براتون تکراری نباشه و بتونید ویدیوهای مختلف تماشا کنید. دوستتون دارم خیلی زیاد و توی ویدیوی بعدی میبینمتون و تا ویدیوی بعدی گود بای مای allies.